تا حالا برات پیش اومده که برای سردردت مسکن بخوری ولی با اینکه بقیه ازش نتیجه میگیرن تو هنوز سردرد داشته باشی؟ دلیلش اینه که نمیدونی سردردت ناشی از سینوزیت یا میگرن. برای فهمیدن اینکه سردردت سینوزیتیه یا نه، شما باید به سمت جلو خم بشی، انگار که داری بند کفشتو میبندی و حدود 10 ثانیه صبر کنی. اگه توی پیشونی و اطراف چشم و گونه ها حس فشار و سنگینی و درد کردی، احتمالاً سینوزیت فعال داری. ولی اگه هیچ فشاری حس نکردی، احتمالاً سردرد میگرنی یا انواع دیگه است. برای سینوزیت فعال استفاده از داروهای ضد التهاب، شستشوی بینی با محلول نرمال سالین و بخور مرطوب کمک کننده است. و برای سردردهای میگرنی مسکن یا روش‌های غیر دارویی مثل استراحت، کمپرس سرد و مدیریت استرس بهتر جواب میده. اگرم هیچ کدوم اینا نبود، حتما به پزشک مراجعه کنید. این دقیقاً همون علتیه که سردردت ناشی از سینوزیته و مسکن میخوری و بهت جواب نمیده. من دکتر گیلزاد هستم و نکات پزشکی که هیچ جا بهت نمیگن و میتونی توی پیجم ببینی. حتما پیجمو فالو کن.